هر کسی جایگاه خودش رو بشناسه. یک رب بیشتر نیست، دو تا جایگاه بیشتر نیست. یکی جایگاه ربوبیته و یکی جایگاه عبودیته. با خدا درگیر نشو در رابطه با جایگاهش. جایگاه خودتو بشناس. تو عبدید. بزرگترین شایستگی که خدا به تو داده این که عبد باشید، بنده باشید. من تواضع لله رفع. کسی که برای رب العالمین تواضع بکنه و جایگاه خودشو بشناسه، خداوند اونو بلند میکنه. اون قدر بلندش میکنه که جبرئیل نمیتونه برسه بهش. برسد آدمی به جایی که به جز خدا نبیند. جبرئیل در سفر معراج تا سدرة المنتهی رفت. 7 آسمان رو رفت. سقف 7 آسمان، آسمان هفتم سدرة المنتهی است. درخت بزرگی است که در 7 آسمان ریشه دوانده. اونجا جبرئیل توقف کرد، گفت حد من همینجاست. 3 تا معراج دیگه هست بعد از آسمان هفتم، خودت برو. اگر من یک قدم نزدیکتر بشم نور الهی منو ذره ذره میکنه، خودت برو. ما پیرو اون هستیم، از امت اون هستیم. اون هدیه مهدا، اون رحمتا للعالمین. پیامبر صلی الله علیه و سلم در وصف خداوند در وصف پیامبرش فرموده و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. نگفته رحمتا للمسلمین، نگفته رحمتا للمطیعین، نگفته رحمتا للمتقین. پیامبر رحمتی برای کل عالمیانه. بارالله آمرزیدن مطیعان چه کار است؟ کرمی که به ما گناهکاران نرسد چه مقدار است. این نمازی که ما شما میخونیم 3 تا تواضع درش هست. گفتیم خداوند از بندش تواضع دوست داره که اونو متواضع ببینه. و پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند هر بنده‌ای که جایگاه خودشو نشناسه بخواد با خداوند در جایگاه خداوند منازعه بکنه، رقابت بکنه، خداوند او 2 نصفش میکنه. بالاتر از فرعون، بالاتر از نمرود. خداوند نماز رو قرار داده چون نماز 3 تا تواضع هست. تواضع اول قیام هست، وقتی که تو با وضو و خلوص نیت و تمام وجودت رو به قبله می‌ایستی و میگی الله اکبر و بعد دست رو هم میذارید، رو سینت میگذارید بدون حرکت، سکون و سکوت مطلق و با رب العالمین راز و نیاز میکنی و نگاهت موضع سجدت هست. این تواضع اول با ادب ایستادید. تواضع دوم که کاملتره، وقتی که سوره حمد رو میخونید و سوره رو میخونید الله اکبر میگید، یعنی خدا بزرگتر از هر چیزی است. عظمت خدا. میره رکوع، یعنی خم میشی، منحنی میشی، طوری که کمر صاف باشه که اگر یک فنجان آبی گذاشتن رو کمرت نیفته. این رکوع کامله. کف 2 تا دستت با پنجهات قرص زانوتو بگیرید، اینطوری نه. اینجای دستت آرنجتم خم نشه، با پنجهات صاف، کمرت کشیده. وقتی که رفتی رکوع همش تعظیم خداست. این تواضع دوم یه مرحله کامل تره. سبحان ربی العظیم و بحمده. اینجا خداوند رو به عظمتش یاد میکنید و پاک و منزه میشماریش. و من در مقابل عظمت رب العالمین دارم کرنش میکنم و خم میشم. اینجاست که علما میگن هر کسی در مقابل رب العالمین به درستی تعظیم کرد و کرنش کرد و گفت سبحان ربی العظیم و بحمده،
محاله که در مقابل چه بندگان خدا کرنش بکنه. عظمت و بزرگی فقط شایسته یک ذات و اونم رب العالمینه. پس در رکوع همش تعظیم خدا. سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده، سبحان ربی العظیم و بحمده. اللهم لك ركعت و بك آمن و لك اسلم، تا آخر اون دعایی که هست سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح سمع الله لمن حمده. اعتدال، اما کامل ترین و اوج تواضع وقتی که از اعتدال خودتو میندازی رو زمین در سجدگاه. این اوج تواضعه. از اونجا دیگه تواضعی بالاتر وجود نداره. حالت سجده که عزیزترین نقطه بلند وجود تو بر خاک میمالید. نوک بینید همزمان با پیشونی، اینا باید هر دوتا هماهنگ در سجدگاه باشه. اونجاست که دیگه یکی اعلاست و یکی پایین تره. اونجا دیگه تسبیح هم مناسب با اون جایگاهه. اونجا دیگه نمیگیم سبحان ربی العظیم، میگیم سبحان ربی الاعلا و بحمده. اینجاست که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند وقتی انسانی از خود بی خود میشه، ذره خودبینی درش نیست، تا از خود بی خود نشید محاله که تو به خود بیاید. باید اول خودتو ناچیز بدونید، محوش بکنید کل وجودت، و بعد خودتو در سجده پیدا بکنید. اونهایی که به اوج تواضع میرسن و همه انواع تکبر رو کنار میذارن و متواضع میشن، اونجا خودشون رو پیدا میکنن، عزت نفسشون، جایگاه عبودیتشون، و خداوند اونجا بلندشون میکنه. علما میگن در سجده دیگه پرده بلند میشه، دیگه خودتی و خدای خودت، هیچ دعایی بر نمیگرده. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند نزدیکترین جایگاهی که میتونه عبد به ربش وصل بشه، متصل بشه، در سجده هست. سبحان ربی الاعلا و بحمده 3 بار تکرار میکنید. اللهم لك سجد و بك آمن و لك اسلم، سجد وجهی للذی خلقه و صوره و شق سمعه و بصره، تبارک الله احسن الخالقین، سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح. سبحان الله. این دعاهای سجده رو برید حفظش بکنید و به محتواش و معنیش پی ببرید. همش عظمت و بزرگی است. به خاطر همین نماز اینقدر اهمیت دارد، به خاطر تواضعی که در نماز هست. تواضع اولی قیام به سوی رب العالمین با ادب ایستادن، تواضع دوم رکوع و تواضع سوم سجده. دعایی که خدمت عزیزان گفتم، المؤمنین عایشه سوال کردن که یا رسول الله صلی الله علیه و سلم اگر در شب قدر قرار گرفتم چه دعایی توصیه میکنید؟ گفت این دعا رو تکرار کن. اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. پروردگارا تو عفو هستی، بسیار بخشنده، بسیار عفو کننده و عفو و گذشت دوست دارید. خواسته من اینه که تویی که بسیار بخشنده هستید و عفو و گذشت دوست دارید، این بنده گناهکار تو ببخشید، عفو کن. همین امشب خدای تو بندگان زیادی غیر از ما دارید، اما ما غیر از تو ربی نداریم، فقط خودتی. ما رو به جای دیگه نفرست.
اگه جای دیگه بود که میرفتیم. این نصف شب اینجا چی کار میکنیم؟ جای دیگه نیست. ولی این عفو حاصل نمیشه کسی که در دلش حب انتقام از برادرش هست، کسی که نمیتونه در چنین شب‌های برادرشو ببخشه، خواهرشو ببخشه، همسایه‌شو ببخشه، شریکشو ببخشه، دوستشو ببخشه. چطوری میخواد تقاضای عفو و بخشش بکنه؟ بگه اللهم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. و تو باید بخشنده باشی. تو که نمیتونی برادرت که در حق تو یه زمانی اشتباهی کرده ببخشید. اگر امشب آمدیم تقاضای عفو داریم، باید دلمون رو صاف بکنیم. کینه ها و بغض ها و حسادت ها و منیت ها و عقده ها رو تخلیه بکنیم. اول تخلیه است، بعد تحلیه است. اینا تو مقامات عرفان هست. تحلیه خبری نیست تا تخلیه نباشه. اول تخلیه بشیم تا خداوند این زینت ها رو سرازیر وجود ما بکنه.